یک جایه میگه در مسجد نشسته بودیم، اطراف من میگه پر از ثوابه ها بود. به ناگاه میگه گفتم ای یاران من، ای همنشینان من، الحال از دروازه مسجد کسی داخل می شود که جنت مشتاق اوست. صحابه در حیرت ماندند که آدمی جنتی را در دنیا چهرهش بینیم کی باشد. همه میگه خیستند نزد دروازه رهسپار شدند. لیکن رسول اکرم گفت ای صحابه ها، گفت دوستان خدا را شناخته نمی شود. اون کسی که الحال وارد مسجد می شود که مشتاق جنت مشتاق اوست، شما او را نمی شناسید. صحابه میگه گشته آمدن در اطراف پیغمبر مثل پروانه نشستند. به ناگاه میگه یک مرد در آمد، قد دراز داشت و سیاه‌پوست بود. این بلال نبود، این هلال بود. به نزدیک رسول اکرم آمد، با پیغمبر خدا میگه سلام کرد، در پیش پیغمبر خدا نشست. رسول الله میگه وقتی من نظر به چهره هلال کردم، چشمهاش میگه در قعر سرش رفته بود از گشنگی. میگه گفتم هلال اگر اجازت باشد طعام برای تو مهیا کنم تا که افطار کنیم. میگه هلال گفت پیغمبر خدا من نظر کردم که اگر با پیغمبر خدا ملاقاتی شوم 3 روز روزه میگیرم. امروز که خدا مرا نصیب دیدار تو کرده است، من 3 روز روزه میگیرم. رسول الله میگه گشته گو هلال وقتی که بعد 3 روز روزه تا میشکای در حق محمد دعا کن. هلال میگه گشته گفتن یا رسول الله شما نجات یابنده هم در دنیا و هم در آخرت هستین، شما آفتاب هم دنیا و هم آخرت هستین، شما دعای هلال ده هیچ احتیاجم ندارین. چگونه ای که عمر میگوید من وقتی که مکه مکرمه میگه فتح شد، اسلام وقتی غلبه کرد در مکه مکرمه، من اراده کردم که رفته یک عمره کنم در خانه کعبه. پیغمبر خدا میگه به جانب من گشت گفت عمر اشرکنا بشیء من دعائک ولا تنسنا. عمر وقتی تو عمره میکنی و عمره را بود میکنی، یعنی حج بود میکنی، محمد را فراموش نکن، در دعات مرا وابسته بکن، در حق من دعا کن. عمر میگه وقتی این سخن من از زبان رسول اکرم شنیدم، برای من دیگر دنیا و آنچه که در دنیا بود مثل این کلمه مرا خشنود نکرد که محمد از عمر دعا طلب میکند. هلالم همچنان از پیغمبر خدا گفتن شما احتیاجی دعا ندارین ای پیغمبر خدا، لکن خدا داناست که آیا این 3 روز دیگر من حیا دارم یا ندارم. میگه از نزد رسول اکرم بیرون شدند. از بین میگه چند روز، شاید 1 روز شاید 2 روز گذشت که حضرت جبرائیل میگه پایان شد. گو یا رسول الله هلال از دنیا گذشت، هلال از دنیا گذشت. خداوند بر تو امر میکند که تکفین و تجهیز هلال خود به دست خود بکن. رسول الله میگه گشته گفتم جبرائیل چرا تو شتابان هستی، چرا سراسیمه هستی؟ گو خداوند بر من امر کرد که رسول اکرم بر فوت هلال خبر بده و بعدا رفته سری بلال بالای زانوی خود بگذار، زیرا در جای وفات کرده است که بالای سری و پر از پشه است، من مگسرانی میکنم. حضرت رسول اکرم میگه حیرت نماندن و پرسیدن که یا جبرائیل هلال در کجا از دنیا گذشت؟ گفت در خانه مغیره، غلام مغیره است، در خانه مغیره از دنیا گذشته است. رسول الله میگه به جانب صحابه گشت و گفت ای اهل اصحاب، همان جوانی که داخل مسجد شده بود و ما گفتیم که جنت مشتاق اوست، امروز جنت به این آرزوی خود نائل شد، هلال از دنیا گذشت. خدای من بر من امر میکند که تکفین و تجهیز او را و غسل او را به دست خود کن، یک جای خانه مغیره میریم.
صحابه میگه یک جایه خیستیم میگه خانه مغیره رفتیم. مغیره دشمنی خدا بود. مغیره این دشمنی پیغمبری خدا بود. وقتی نزد دروازه مغیره ده میگه راست شدیم پیغمبری خدا، بر مغیره صدا کردن که رسول الله نزد دروازه توست. این بدبخت که رسول الله را نمی شناخت، این خدا زده که رسول الله را قدر شکی نمی دانست، چی گفت؟ گفت پیغمبر نزد دروازه من چی میکند؟ کجا آمد از خانه من؟ مولوی رومی چی میگوید؟ رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. رسول الله وقتی میگه در بالا یک کنده خرما به مردم موعظه میکرد، برای پیغمبر وقتی یک منبری نو میگه تیار کردن، رسول الله از بالای کنده خرما فر آمدن، بالای منبر بر آمدن. صحابه ها میگن در داخل مسجد گویا که یک گوده گریه میکرد، نالیش در مسجد بلند شد. پرسان که پیغمبر خدا این نالیش از کجاست؟ گفت همین کنده خرما بحر من گریه دارد که من امروز او را ترک کردم، بالای منبری نو بر آمدم. رسول الله میگه پیشی بر کردن، همون کنده را آوردن در تی مناره منبر خچان گذاشتن. میگه کنده میگه از آواز دادن مان. مولوی رومی امیر میگه که رسول را استونی حنانه بشناخت. همون خرما چوب بود، جان نداشت، عقل نداشت، لیکن پیغمبر شناخت. ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. ابو جهلم، این ابو لهبم، این مغیرم، امیه ابن خلفم، همه اینا آدم بودن لیکن پیغمبر را نشناختن. گفت چیکار میکند پیغمبر نزد دروازه من؟ و میگه بیرون شد. وقتی که میگه بیرون شد، رسول الله را که دید، رسول الله گفت که مغیره در خانه تو دوستی از دوستهای خدا گذشته است. گفت در خانه من کسی نگذشته است، من نو از نزد دسترخوان همراه اولاد و اجدادم بودم. گفت ای مغیره، گفت من از پیش خود نیامدم، مرا خدای خود امر کرده است. مغیره در این گپ میگه دو دیله شد، خواست رسول اکرم دروغگو کند، خانه در آمد. وقتی میگه بیرون شد، نگاه کرد همه خانه ده همه سلامت است، اون فرزندای بدبخت مشرکش همه زنده است. خواست که پیغمبر دروغگو کند. در حالت میگه غلام دوید آمد، گفت ای مولا، گفت ای مغیره، گفت هلال از دنیا گذشته است. میگه مغیره گفت محمد گفت عجیب گپی میزنی، از خاندان تو کسی گذشته است، از خاندان من کسی نگذشته است. یک غلامی بود وای گذشت، و یک عاقل روبی من بود وای گذشت. رسول الله گفت اگر تو میدانستی که هلال کی هست، اگر تو میدانستی که هلال در کدام زینه است، هیچگاه این سخنها را نسبت ما نمیگفتی. رسول الله میگه وقتی که من داخل همون جایی که شتران اسفان همین بدبخت بستگی بود، وقتی وارد شدم، میگه نگاه کردم جبرائیل یمین میگه سری مبارک هلال بالای زانو گذاشته است و پشه هایی که بالای هلال میشیشت همه اونا را از بالای سر هلال دور میکرد. نگاه کردم پای مبارکش در بالای سرگینای شتر و سری مبارک در نزد تی پای همون شتران میگه هم تفتیدگی جان به حق تسلیم کردگی است. عمر میگه گفتن یا رسول الله من خود میشویم، من خود کفن میکنم. محمد گفت هلال غریب بود، هلال یتیم بود، هلال بیکس بود، محمدم یتیم است، محمدم غریب است. غریب را غریب میشود. حضرت میگه دست به شستن زدن، حضرت بلال کفن کردن. وقتی میگه من، حضرت عمر میگه همراه رسول الله که وقتی به قبر بردیمش، در قبر میگه وقتی که هلال داخل کردیم که حضرت در دنیا روزدار بودن، میگه دهنی لحد بسته شد، رسول اکرم تبسم کردن. صحابه میگه پرسیدن یا رسول الله، من عاشقم و عاشق دیدار مدینه، دارم بدلم لحظه دیدار مدینه. من عاشقم و عاشق دیدار مدینه، دارم
دلم لحظه دیدار مدینه در خلوت شبگیر یکنم بهر وصالش یا رب طلبم گرمی بازار مدینه در خلوت شبگیر یکنم بهر وصالش یا رب طلبم گرمی بازار مدینه از فیض تو عالم شده پر نور تجلی یثرب شده روشن ز شب تار مدینه از فیض تو عالم شده پر نور تجلی یثرب شده روشن ز شب تار مدینه ای